درود بر شما. درس امروزمون در رابطه با پایگاه. پایگاه یکی از مباحث و مبانی اصلی درس استراتژیه. حرکت سفید حرکت D4. اینجا همونطور که میبینید هیچ پایگاهی وجود نداره، بنابراین سفید در صدد ساختن یک پایگاه در C6. حرکت D4 به این امر کمک میکنه. با هم ببینیم D4 با یک علامت خوب با پیاده میزنه، با اسب میزنیم و اینجا اگر اسب در اسب بزنه، یعنی اسب D5 رو بزنه، اسب در C6 به وزیر حمله کرده و اسب در C3 با پیاده میزنه، وزیر G5، وزیر میاد D5 به وسط صفحه و توقع داره که وزیر سیاه رو بزنه، چون اگر نزنه وزیر سفید در وسط صفحه فوق‌العاده سوار قدرتمندی میشه. اگر بزنه با پیاده میزنه و اینجا میرسیم به یک دیاگرام اصلی، میرسیم به وضعیت اصلی که میخوایم ببینیم این اسب C6 چه محاسنی داره و چه فوایدی داره. همونطور که ملاحظه میکنین اسب C6 داره خونه B8 رو کنترل میکنه، یعنی اجازه ورود هیچ یک از رخ‌های سیاه رو به ستون B نمیده. این اسب در آینده خودش میاد به B8 و به پیاده A6 حمله میکنه که اگر پیاده A6 رو بتونه سالم شکار کنه، پیاده A4 میشه پیاده رونده. اما اجازه بدید یک گریزی بزنیم، چون برای بعضی ممکنه سوال بشه که اگر D4 رو با E10 جواب داد، اسب در D4 به جای اسب در D5 اسب در D4 رو سیاه بازی میکرد چی میشد؟ وزیر میزد، اسب میومد مثلا D7 و اینجا فیل میومد A5 و باز هم سفید در وضعیت برنده قرار میگرفت. پس ادامه ماجرا رو باز دوباره از همینجا شروع میکنیم که دیاگرام ما نشون میده اسب C6 با یک نقطه اتکا وارد پایگاه شده. اون نقطه اتکا پیاده D5 که داره کمکش میکنه. دقت کنید سواری که وارد پایگاه شده نه توسط پیاده و نه توسط سوار بهش نمیشه حمله کرد. نه سواری الان موجوده که سیاه بتونه به اون اسب حمله کنه و نه پیاده‌ای وجود داره که بتونه اسب C6 رو بلند کنه. به خاطر همین هم هست بهش میگن پایگاه. پایگاه جای مطمئنیه برای یک سوار و این سوار همونطور که میبینید خط وسط رو رد کرده و وارد اردوگاه حریف شده. معمولا سواری که وارد پایگاه میشه در خونه‌های مرکز کوچیک یا در مرکز بزرگ حضور به هم میرسونه. بریم ادامه ماجرا رو ببینیم. اینجا فرزند G6 اگه سیاه بکنه رخ A1 با خیال راحت ستون باز B رو اشغال میکنه. فیل G7 C4 پیاده از زیر ضرب فیل G7 خارج میکنه. فیل C3 به رخ حمله میکنه، رخ میاد به خود فیل حمله میکنه برای اینکه تمپ رو جبران کنه. فیل F6 و اینجا شاه F1 حرکت خوبیه. چرا؟ خود شاه داره خونه E2 و F1 رو چیکار میکنه؟ کنترل میکنه. رخ میاد E4 به پیاده C4 حمله میکنه. G3 بازی شد به خاطر اینکه یک راه فرار در آینده برای شاه از طریق G2 باز کرده باشه. اینجا به جای G3 امکانش بود که مثلا رخ B7 با حمله به پیاده C7 بازی میشد، اما رخ E8 و رخ در C7 رخ E2 اینجا برتری سفید هست، ولی حرکت G3 هم بسیار بسیار حرکت خوبیه. فیل میاد به G5 به رخ C حمله میکنه، توقع داره وقتی رخ جابجا شد با رخ E4 پیاده C4 رو شکار کنه. رخ میاد C2 در ستون جابجا میشه، رخ E8 و سعی میکنه ستون رو با قدرت تصاحب کنه. اسب B8 این یه حرکت بسیار جالب و خوبیه. اسب B8 داره به پیاده A6 حمله میکنه. این اسب گاهی اوقات عزیزان سواری که در پایگاه رو ترک میکنه، ضربه کاری به دشمن وارد میکنه و بعد دوباره برمیگرده به پایگاه. این طریقه بازی کردن سواری که در پایگاه قرار گرفته. علل خصوص اسب‌ها خیلی مهره‌های جالبی هستند برای ورود به پایگاه. A5 از زیر ضرب اسب خودش رو خارج میکنه، دوباره اسب میاد به C6.
با همون طرح قدیمی که میخواد پیاده آ رو بگیره که اگر بتونه پیاده آ رو بگیره، پیاده آ4 سفید بازی رو خواهد برد، چون میشه پیاده رونده دور. شاه G7. اینجا فرضاً اگر رخ می اومد آ8، رخ می اومد به7 و هدف جدیدی رو شکار میکرد، اونم پیاده C7 بود. خب شاه G7، اسب در آ5 موفق شد پیاده آ رو شکار کنه. حالا آ4 رونده شد. رخ آ8، رخ به5، فیل F6 و رخ میاد A2. فیل میاد C3، اسب C6 دوباره برمیگرده به پایگاه، راه پیاده آ رو برای پیشروی باز میکنه. رخ در C4 و پیاده A5. پیاده حرکت کرد. هر قدمی که این پیاده جلو بیاد قدرتش بیشتر و بیشتر میشه. همونطور که میبینی اسبی هم که تو پایگاهه نه تنها اون پیاده سیاه رو زد و باعث رونده شدن پیاده سفید شد، بلکه داره از حرکت پیاده سفید هم حمایت میکنه. رخ A6 بلوکه میکنه پیاده رونده رو. رخ میاد C2. حالا فیله آچمز شد. الان در حال حاضر تهدید مستقیم سفید رخ B3 هستش و میخواد به پیاده به فیل آچمز حمله کنه و فیل آچمز رو شکار کنه. اینجا رخ C در اسب قدرتمند. جدا این اسب از رخ قدرتش بیشتره، به خاطر همینم قربانی تفاوت رو پیشکش میکنه. شما فرض کنید مثلا اگر شاه C6 میکرد، رخ میومد به C و به فیل آچمز فشار میآورد، حمله میکرد. رخ در C6 اینجا مجبور بود، تقریبا مجبور بود که اینجا اون قربانی رو بده. با پیاده میزد، فیل در A5 باز هم رخ میداد A3 و فیل رو آچمز میکرد. اینی که همین الان تصمیم میگیره رخ بزنه توی C6 و خودش رو از دست اون اسب خلاص کن، اما به قیمت دادن رخ در مقابل اسب. با پیاده میزنه، رخ در A5. حالا پیاده رونده رو میگیره، اما رخ میاد B7 و حالا میخواد پیاده C7 رو شکار کنه. به نظر میرسه که کارش نمیشه کرد. رخ A1، شاه G2. این همون راه فراریه که قبلا سفید برای شاه تدارک دیده بود. فیل میاد A5، رخ A7. حالا فیله آچمز شد. همونطور که ملاحظه میکنید فلش سبز رو میبینید رخ تصمیم داره که بیاد به مربع B2، بیاد به مربع B5 و فیل A5 رو شکار کنه. به نظر میرسه که هیچ راهی هم براش وجود نداره و اینجا سفید کاملا بازی رو برنده است. اینجا سیاه واگذار کرد، اما من چند حرکت فرضی رو براتون به نمایش میذارم. فرض کنید که سیاه D5 کرد، رخ میاد E2. شاه مثلا اومد F8 خودش رو به منطقه خطر نزدیک کنه، کمک کنه، رخ میاد E3. با چه طریق؟ با طریقی که این رخ میخواد خودش رو منتقل کنه به جناح وزیر. رخ میاد A2 و اینجا رخ میاد B3. شاه E7 و رخ B5. حالا به فیل آچمز داره فشار بیامانی رو میاره. شاه D6 و فیل گرفته میشه. اینجا سفید راحت بازی رو خواهد بود. امیدوارم که این بازی که بین آدامز و الماسی بود در سال 1998 و در دورتموند انجام شده بود پسندیده باشید، نکات مهم رو یاد گرفته باشید و امیدوارم که موفق و مؤید در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.